سلام، خوش اومدید به نقد و بررسی فیلم سینمایی کمدی شهر هرت. به بازیگری ها میپردازم، به داستان، کارگردانی، نقاط قوت، نقاط ضعف و یه مقایسه کوچیک با فسیل، چون کارگردان های این دوتا فیلم یکیه. شهر هرت محصول کشور ایران، کارگردانی کریم امینی، در ژانر خانوادگی کمدی. برای فیلم های ایرانی و سریال های ایرانی وارد نمره نمیشم. خب هنرمندا یا همون بازیگران: پژمان جمشیدی، شبنم مقدمی، بابک کریمی و خب پژمان جمشیدی در این فیلم نسبت به کاری که داره با قشر مرفه و قوی جامعه در ارتباطه و اینکه از طریق کارش این آدم‌ها رو به همراه خواهرش تیغ میزنن و ازشون پول میگیرن و اتفاقات عجیب غریبی تو راستای این کار براشون میفته. این داستان جالبی بود به نظر من و اینکه به نظر من از فسیل کمدی تر بود این فیلم و ارزش دیدن که قطعا داشت. به نظر من حدود 2-3 هفته پیش دیدمش، ولی خب دیر در موردش ویدیو دارم درست میکنم، ولی گفتم درست کنم ویدیو رو در موردش. بازیگری: خب بازیگری پژمان جمشیدی خودتون میتونید واقعا خوبه و نیازی در مورد صحبت و نقد کردن در موردش نیست، ولی بازی بابک امینی به نظر من فیلم نقش زیاد قوی نتونست ظاهر بشه. نظرها فرق داره، ولی در کل تیم بازیگری از 7 یا 7.5 رو بهش میدم. خب اگه دنبال یه فیلم خانوادگی که با خانواده برید سینما و برید یه فیلم کمدی، دنبال یه فیلم کمدی میگردید که ببینید، ارزش دیدن داره، قطعا سرگرمتون میکنه و فیلم کمدی تری نسبت به فسیله از نظر من. البته اون شد پرفروش ترین فیلم سینمای ایران، ولی خب به نظر من این فیلم پتانسیل خوبی داشت برای زدن رکوردها، ولی خب نتونست. فسیل واقعا فروش خیلی بالایی رو تجربه کرد. بازیگری راستی گفتم. فیلم برداری: دوربین به موقع سویچ میشد، افکت ها خوب بود و همه چی به موقع بود و نقصی نداشت. فیلم برداری و صدا برداری هم همه چیش اوکی بود و مشکلی نبود، ولی من خداییش فیلم برداری رو خیلی دوست داشتم. سویچ های به موقع، همه چی اوکی بود به نظرم. سرتون رو زیاد درد نمیارم و اینکه خب فیلم 95 دقیقه است و فروش گیشش 59 میلیارد و 595 میلیون. فروش خوبی و واقعا کسب کرد. نویسنده ها مهدی محمد نژادیان و پدرام کریمی. نتیجه گیریشم بخوام بکنم، یه فیلم کمدی خانوادگی با داستانی جالب و سرگرم کننده است. ممنون که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. خدا نگهدار.